ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتار 139. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. امام قلبیک نام که در اوایل جلوس امیر عالم خان بنابر رقابت نصرالله بی از دربار مطرود شده و یک کباغ حاکم شده بود، بعد از عزل نصرالله بی تکرار به دربار آمده از اول زیادتر نفوذ و اعتبار یافته بود. این شخص نیز با میر برهان الدین به خلاف میرزا محمد شریف اتفاق کرده بود. بنابر پریشانی حکومت مرکزیه روس، ودنسکی در کاغان به هر کار خود مختار بود. میر برهان الدین این شخص را نیز به طرف خود گرفت. به صرف مبلغ‌های موروثی به دست گرفتن وکلای ملایان و سرخیلان فتنه جویان و سایر اهل دربار نیز به میر برهان الدین آسان بود. الغرض چون همه اسباب مهیا گردید، حکومت بخارا کسی را که دیروز فتنه‌کاریش ثابت شده از بخارا طرد شده بود، امروز یعنی در اوایل ماه شوال 1335 در بخارا قاضی کلان کرد. میر برهان الدین در بخارا قاضی کلان شد، لیکن این قاضی کلانی به نظر آدمی که از خارج نظر می کند از مرگ بدتر بود، زیرا اختیار مرافعه ها و مأخذها تمام به دست وکلای ملایان بود. هر کدام این وکیل شوندگان در مملکت حاکمی مطلق بودند. به قاضی کلان به عنوان مأمور و خدمتکار خود معامله می کردند. اگر این تحکم به 2 نفر 4 نفر منحصر می بود، با صبر ممکن بود، لیکن هر واحدی ملایان، خصوصا آنانی که خود را وکیل به قلم داده در هر کجا ایجاد فتنه می کردند، به قاضی کلان نیز بسیار به تحقیر معامله می نمودند. حکومت و قاضی کلان، کلانان وکلا و ملایان را به انعام رتبه و احسان راتبه از خود راضی کرده بودند، اما خلق بسیاری را به انعام راضی کردن از حیز امکان بیرون بود. ناچار حکومت به مشورت قاضی کلان بعضی فتنه جویان را تنبیه کردنی شد. از این جمله قاری عباد را در بلجوان نفی کرده مأخذهای چند نفر دیگر را گرفت. به این سبب شورشچیان و توبه دهندگان مسلمانان از حرکت خود باز ایستادند و ملایان یک درجه از روح افتاده به هیچ کار مداخله نمی کردگی شدند. طبیعی و چند نفری که از اصل کار و نیت حکومت و قاضی کلان خبر دارند در وقت لزوم
بلوا کننده نمی شود. برای بلوا هجوم عموم در کار است. لیکن عموم از تنبیهی که قاری عباد و اتباعش دیدند از روح افتاده بودند. ناچار حکومت برای تقویت روح اهل بلوا به قاری عبادی که هنوز به منفعه خود نرسیده بود یرلیغ ریاست آن ولا را فرستاد و به آنانی که مأخذشان را گرفته بود مأخذهای از اول کلانتر داد. حکومت سرخیلان بلوا را از تجار و سپاه و ملا هر روز عنوانهای تازه می داد. عبدالرؤوف کاروانباشی را اول ایشیک آقاباشی، بعد از آن بی کرد. جوربیک را عملی تقصابگی داد. هر کدام کل جنبانی عرب خواجه تاجیک و ازبک را میراخور، قراول بیگی، صدور، اوراق نمود. به ملایان باری عام داد. هر روز جمعه در چهارباغ ستاره مه خاصه کلان و خردی ملایان جمع شده مناظره می کردند و ضیافت می خوردند. تفصیلات و طرز این مناظرات را یک کتاب علاهیده رمن یا تئاتر کردن می باید. عرضه هر ملا 20 زاد به امیر رسیده مطالبشان مجرا می شد. هر کدام از وکلای ملایان عملی مفتگی و اوراقی یافتند و ملا قطب الدین صدور شد. اولاد و اهداف و توابع ملایان کل جنبان نیز از تخصیصات بی بهره نماندند. بعضی جوانان 16 ساله به امانی های بزرگ سرفراز شدند. پسری ملا دوستی مفتی که جوان مراهق بود وقف بزرگی به خود تخصیص کننده در وقت خواهش به عز حضور جناب عالی نیز قبول می یافتگی شد. چون کار به این درجه آلگننیکی رسید هر کدام از ملایان سر برداشتند. فرقه برای عزل قاضی کلان مجلس ها آراستند. ذاتاً اهل تمان و بخاری الاسلام به خانواده قاضی بدرالدین که کولابی الاصل بودند رقابت داشتند. در وقت حیات قاضی میر بدرالدین نیز در مقابل کولابیان در سنه 1324 برخاسته بودند، لیکن به حسن سیاست و تدبیر قاضی میر بدرالدین فتنه به زور تسکین یافته بود. چون قاضی میر برهان الدین دوباره قاضی کلان شد، بالطبع در این کار اهل تمان و بخاریان راضی نبودند و ملایان خالص نیز بنابر عدم لیاقت مماثله به این منصب راضی نبودند. آنانی که به عزل میرزا محمد شریف اتفاق کرده بودند به امید قاضی کلان شدن خودشان بود. آنها نیز ضمناً برخلاف میر برهان الدین بودند. در مقابل ایشان اتباع قاضی میر برهان الدین و طلبه های کوهستانی علم مقابلت برداشتند. از بس که عموماً ملایان و طلبه از استبداد وکلا به جان آمده بودند و هیچ کاری بی ثواب دیدی این وکلا تمشیت نمی پذیرفت، از این دو فرقه مختلف یک فرقه بزرگی متفق دیگر برپا شده در صدد عزل وکلا برخاستند. در اوایل ماه ربیع الثانی 1336 این فرقه بزرگ اتفاق نامه کرده امضای کسی بسیاری از خرد و بزرگ را گرفته به حکومت مراجعت کرده عزل وکلا را خواستند. آن روز قریب 2000 نفر طلبه در ریگستان عادتاً میتینگ می کردند. به حکومت گفتند مادام که این وکلا هر کار را و هر جور را به نام وکالت ما می کنند، ما وکالت اینها را نمی خواهیم.
در مراجعتنامه صدها نفر امضا معلوم و مهر بود و اکثر این امضا کنندگان از مفتیان و مدرسان و مخدومان متشخص بودند. خوشبیگی به مراجعت کنندگان با نرمی معامله کرد. همین قدر گفت که هرچند این وکلا به نام وکیلی شمایند، حقیقتاً وکیلی جناب عالی‌اند. بنابراین در عزل و نصب ایشان شما حق تداخل ندارید. پس صراحتاً معلوم شد که وکلا نمایندگان حکومت و واسطه رسمی برای اختلال بودند. در این اثنا در میان مراجعت کنندگان اختلاف افتاده، فرقه عزل قاضی کلان را در میان آوردند. پشتبیگی به هر صورت ایشان را اقناع کرده برای تسویه این کارها 2 روز مهلت گرفته جماعت را متفرق کرد. بعد از 2 روز مأمورانی دربار امیر آمده از اتباع قاضی میر برهانی الدین امین جان مخدوم داماد و عثمان جان پسرش را و از اتباع قاضی میرزا شریف عبدالغفور مخدوم برادر و عبدالوکیل مخدوم برادرزاده اش را، حامد خواجه نام رئیسی معزول و یک شیخزاده دیگر را به دربار امیر بردند. به دربار مذکورین را فوراً تفتیش کرده و سرهاشان را برهنه نموده، در بالای اسب بردیفی سوارانی سرباز سوار کرده، پایهاشان را از زیر شکمی اسب بسته 2 نفر را به نورآباد، 2 نفر را به چارجوی، 2 نفر را به قرشی به حال تباه نفی کردند. سربازانی سواری مسلح تا محل منفا ایشان را مشایعت نمودند. بعد از این از مدرسانی بزرگ حاجی عبدالکریم را به کرمینه نفی کردند. باز چند نفر را نفی و عزل نمودند. مهر یک مفتی را شکستند. آنانی که در مراجعت نامه عهد اتفاق کرده به سوگند تأکید کرده بودند همه از میدان بدر شدند و کسی سر بالا نکرد. پس از این واقعه به خوبی معلوم شد که اگر حکومت خواهد سر اختلال را به هر رنگ گرفته می توانسته است. پس صحیح گردید که در اختلال اصلاحات اصلی سبب خود حکومت بوده است. پس به خوبی معلوم شد آنانی که از نام وکالت ملایان در اختلال به حکومت خدمت کردند برای حفظ جاه و منصب خود به برباد دادن ناموس، شرف و عزت ملایان و مدرسان و مخدومان در وقت لزوم حاضر بودند. پس معلوم شد که حکومت برای اجرای مطلب خود حقوق و آبروی هیچ کس را رعایت نمی کرده است. هرچند در این واقعه فقیر بی طرفم و بنابر هجرت کردنم از بخارا جسماً و روحاً از این حادثات دورم، معذالی به حس انسانیت دلم به حال این گرفتاران نکبت می سوزد. آنانی را که عمری به عزت و شرف زندگانی کرده اند به همین قدر معامله ناموس شکنانه، حتی حیات بربادیهانه زجر و تنبیه می کنند. آیا قاضی میر برهانی الدین از این رنگ قاضی کلانی چی لذت می گرفته باشد؟ آیا به همین قدر تحقیرات که مردم برویش می کنند پسر و دامادش را حکومت به همین درجه تذلیل می نماید؟ معذالی همه چیز فدای قاضی کلانی باد گفته افتخار می کرده باشد. تفو بر این جاه و منصب. ای ملایانی که لاف شریعت مداری می زنید، ای ملایانی که به دعوای دینداری به آبرو و حیات چند نفر تعرض می کنید، حتی فرقه مسلمانی را که به هر حال با کمال نقصانات لااقل از حسن نیت خالی نیستند از دایره اسلامیت بیرون می افکنید. گویا که کلید جنت به دست شما باشد، جماعی را دوزخی حکم می کنید. امروز بینید
به حق خدمت کرده بودید یا ناحق؟ امروز بینید به منفعتی خود خدمت کرده بودید یا به کیف چند نفر معلوم الحالی صاحب غرض؟ اگر مملکت اصلاح می یافت، اگر حکومت داری به ترتیب معینی می درآمد، اگر هر مأمور وظیفه شناس می شد، اگر امانات را به اهلش می سپاریدید، به عبارتی دیگر اگر شریعتی مقدسه به اغراض دیگران خلط نیافته اجرا می یافت، هر آینه نه شما فرقه را کافر گفته به مال و جان و ایمانشان تعرض کرده می توانستید، نه یک فرقه از هم مسلکان شما و از مفتیان شما و از قاضی کلان شما به این تحقیرات گرفتار می گردید. خاطر جمع باشید، مادام که حکومت ترتیبی معین ندارد، مادام که شریعت را سوء استعمال می کنند، مادام که وظیفه خود را نمی شناسند، مادام که به نام شریعت به حقوق غیر تجاوز می کنند، هیچگاه جاه و منصب، جان و مال، شرف و ناموس، عزت و حشمت شما در امان نیست. امروز یا فردا به بهانه در معرض تاراج و تلف خواهد افتاد. فرض کردیم اگر یکی از شما از این دنیا امین رفت، در روز قیامت به محکمه الهی مسئول خواهد بود. از بس که دعوای مسلمانی می کنید و حتی لافی شریعت مداری دارید، البته باید که روز قیامت به سؤالات آن محکمه کبرا را یقین دانید. باید در این نیز یقین داشته باشید که احکم الحاکمین حقوق غیر را عفو نخواهد کرد. هر عفوی که وعده شده است به گناه شخصی و حقوق الهی است. حق غیر را به این دنیا یا به آخرت باید بدهید و از شما مطالبه خواهند کرد. این را نیز یقین دانید که حق منحصر به نقد و مال نیست، بلکه بزرگترین حقوق، شرف و ناموس، دین و ایمانی یک شخص است. تشدیدی که شریعت مقدسه اسلام در باب حد قذف کرده است برای حفظ حق شرف و ناموس انسانیت است. اجمالی احوال ترقی پروران بعد از انقلاب. جوان بخاریان وقتی که به کاغان فرار کردند، برای تصفیه امور خود و حفظ حقوق مستندان خود به نام شورای اسلام یک جمعیت تأسیس کردند. یک قسم معتدل فکرتر ایشان مثل میرزا محی الدین از اولی کار لزومی به اعتدال حرکت کردن را القا نمودند و گفتند اکنون خیشت از قالب برخاست. نفرت کلی میان اهالی و ترقی پروران افتاد. مقصد حکومت هم به خوبی معلوم شد که اصلاً قصد اصلاح ندارد. پس به این حال طلب اصلاحات کلی کردن و از حقوق عمومی دم زدن را مجال نیست، زیرا طلبات سیاسی باید به یک قوت مستند باشد. مادام که قوت حکومت در طرف مقابل است، مادام که اهالی بسر نفرتند، مادام که طرفداران اصلاحات در غایت اقلیتند، پس به کی و به چی تکیه کرده اصلاحات واسعه طلب کرده می شود؟ بنابراین مقصد ترقی پروران و جوان بخاریان الان آن باشد که حفظ حقوق خود نمایند و مستندان خود را از تعرض حکومت حمایت کنند. عموماً به مال و جان خود از حکومت تأمینات گیرند. در وهله اول این فکر قبول یافته به همین زمین به خود دستورالعمل قرار دادنی شدند. لیکن بعد از 2-3 روز
همان صاحبان افکاری سقیمه که در خیالات خود گرفتار بودند، صاحبان این فکر را خائن، صاحبی غرضی شخصی و فلان گفته از میان برآوردند و خود از حقوق عمومی لاف می‌زدند. بنابراین میرزا محی الدین برای حفظ حقوق خود رعیه روس شده از میدان سیاست تمام بیرون شد. بعد از این نه در کار حکومت بخارا و نه در جمعیت جوان بخاریان تداخل نکرد. وقتی که طلبات واسعه جوان بخاریان به جای نرسید، حتی که حصارتی به خودشان عاید شده را هم از حکومت تضمین کردن نتوانستند، افراط پروران ایشان هر کدام به هر طرف رفتند، باقی ماندگان مجبوراً به کاغان استقامت می کردند. زیرا اگر رابطه‌شان از کاغان بریده می شد، همان لحظه از حکومت بخارا و از ملایان تعرض می دیدند. ایشان با وجودی بی‌نفع بودند، در هر سری چند روز یک بیاننامه می آوردند. هر کسی را که در حکومت بخارا از فرقه ایشان حبس کند، به واسطه الچخانه به تخلیصش می کوشیدند. از بس که حکومت بخارا از ایشان تمام قطع علاقه کرده بود، به کسی که متهم به ترقی پروری باشد خطی راهداری نمیداد. شورای اسلام به ایشان از الچخانه روس شهادتنامه گرفته میداد. والحاصل شورای اسلام چندگاه به ادای از همین قبیل وظایف عمر گذراند و حکومت نیز فی الجمله ایشان را رعایت میکرد. وقتی که پریشانی حکومت مرکزیه روس زیاد شد و در بخارا میر برهان الدین قاضی کلان گردید، حکومت بخارا در تضییق جوان بخاریان و کسانی که به ترقی پروری متهم است زیادتر کوشید. طبیعی ظلم دیدگان به کاغان فرار می کردند و از سایر اهالی نیز کسی که ظلمی بیند در کاغان آمده به شورای اسلام اعضا می گردید. و این سبب آدمان جاهلی بسیاری به عنوان منورالفکران بخارا در کاغان جمع شدند. افراط پروران از جمع شدن مردم باز در امیدواری افتاده در خیال خود اصلاحات واسعه را می گذراندند. حکومت بخارا از انقلاب روسیه چی استفاده کرد؟ غایه آمال حکومت بخارا از انقلاب روسیه حفظ حالت حاضره بود. اگر ممکن باشد عفو کناندن احوال 50 سال پیش بود. بنابراین حکومت بخارا هر حرکتی که کرد به همین مقصد مذکور راه می‌کافت. چون پریشانی حکومت روسیه زیاد شدن گرفت، حکومت بخارا به خود فی الجمله قوت جمع کردنی شد. اصول و قواعد این قوت جمع کنی نیز به طرز ازمینه سابق عبارت از نوکر و کوبکاری تاز بود. سرباز را نیز به قواعد غیر منتظم به طریق تهمت و زجر می گرفت. بعضی دزدان را هم در خدمت سپاهیگری داخل می کرد. در کارهای داخلی خود به قوت استبداد حرکت می نمود. نظام الدین خواجه قشبیگی مأموران فرستاده از هر طرف ولایت رعیه را دزد و بدگشت گفته دستگیر کرده می آورند. بعد از 2-3 روز نعش دزدان مفروض را از بالای ارک می فراوردند. خدا می داند که بیچاره متهم را به چی رنگ و به چی طریق به تعذیب‌های طاقت گداز شکنجه کرده کشته باشند. غیر از 2 نفری که به جنایت قتل قصاصاً به ریگستان کشته شدند، گناه دیگر مقتولان به ثبوت شرعی نرسیده است. لیکن نظام الدین خواجه و اعوانش به چی رنگی که باشد خون ریزند، حظ می گرفتند. گویا که گوسفندی را قربانی کرده باشند شادمان می شدند و نام این را قوت و
حشمتی حکومت می نامیدند. کاش که در این کشاکشی ها ظلم بر شخصی کشته شده منحصر می ماند، باز جای شکر بود. لیکن تأسف اینجاست که در این شدتی حکومت بسیار خانمان ها برباد، بسیار ناموس ها تاراج گردید. مأموران خوشبیگی در هر تومان کسی بسیاری را دستگیر کرده به قاضی خانه و میرشب خانه ها توقیف می کردند. بسیاری از این موقوفین به خرج مبلغ های زیاد به قاضی خانه و میرشب خانه و مأموران خوشبیگی خود را خلاص می کردند. همچنان که آدمانی با ناموس برای خلاص خود مالها تلف می کردند، اینچنین بعضی دزدانی واقعی نیز به صرف رشوه خلاص می یافتند. اما دزدی به کسی ناعهده برا یا آدمهای با ناموسی بی پولی گرفتار شده بخارا آمده به علمهای از هرچی شدیدتر جان شیرین را می دادند. اما دزدانی نامی بعد از گرفتاری نیز خلاص شده به خدمت حکومت می در آمدند. طبیعی برای ستاندن مبلغها مأموران خوشبیگی هر قدر که می توانستند همان قدر آدم توقیف می کردند. وقتی که اداره حکومت روسیه به دست فرقه بلشویک گذشته، در هر طرف مملکت روسیه خرج و مرج واقع شدن گرفت. حکومت بخارا علاقه خود را از کاغان و از روسان تمام بریده به حرکت خود مختار شده به اداره خود خصوص به حق ترقی پروران شدت داد. به هر بهانه هر کدام منصوبان شورای اسلامی کاغان را توقیف و حبس می کرد و به هر مناسبت تهدید می نمود. دزدان مأمور حکومت برای سوی قصد به خانه های ترقی پروران داخل می کردند. یک شب عبدالخلیل بیک و شاهین بیک نامان اعضای شورای اسلامی کاغان در خانه شریف نام دوستی خودهاشان به گذری سوزنگرانی بخارا کشته شدند. افکار عموم این را نیز اثری سوی قصد حکومت می دانستند. از بس که حکومت بخارا نمایندگان فرقه بلشویک را رسما نشناخت، حمایه ترقی پروران به واسطه روسان نیز ممکن نبود. حکومت بخارا از روسان فقط به ویدینسکی و امثالش رابطه داشت که ایشان بندگان نیکلای و دشمن عمومی حریت خواهان بودند. در این روزها شورای اسلامی کاغان نهایت درجه در تهلوکه مانده بود. در همین اثنا حکومت بخارا به طریق غیر رسمی از ترقی به عبارت دیگر خیش را گوسفندوار به دست قصاب سپارند. به طریق دروغ هم باشد از حمایت مال و جان ایشان حرفی را قبول نمی کرد. به لطف جناب عالی تسلیم شوید می گفت. از بس که ترقی پروران در این چند ماه حکومت بخارا را خوب شناخته بودند و هم تا کجا بودنی لطف امیر را می دانستند، تسلیم نشدند، زیرا تسلیم شدن همان بود و تلف شدن همان. چون حال بدین منوال رسید، در میان جوان بخاریان برای حفظ حیات خود دو فکر افتاد. فرقه می گفتند به وطن و خانمان ودا کرده به داخل ترکستان هجرت می کنیم، دغدغه اصلاحات بخارا را تا وقتی مرهون مناسب وامی گذاریم. فرقه دیگر می گفتند که هرچی باد آباد به کاغان نیستیم. آخر این منافرتی که میان بلشویکان روس و حکومت بخارا هست به شمشیر خواهد حل شد. طالع ما نیز در آن قوقا حل می شود. در اینجا به این تحریر ختام داده شد. بینیم تا بعد از این چی می شود. اگر عمر امان دهد، واقعات آینده نیز به قسم دوم تحریر کرده می شود. 5 جمادی الاول 1336 هجری یکشنبه مطابق 17 فوریه 1918
میلادی. صدرالدین عینی ابن سید مراد خواجه، سمرقند، گذری صوفی رازق. شما گفتار 139 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.